سلام، خوبی؟ به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدی و متشکرم برای کامنت هایی که میذارید، لایک میکنید یا اگر کانال منو سابسکرایب دارید واقعا ممنون. توی این ویدیو میخوام یه کتاب بهتون معرفی کنم و یه بخش خیلی کوچولو از اون رو براتون بخونم. کتاب هست اسمش نیروی حال از اکارت توله. این کتاب من کتاب تمرین هم داره، البته من انگلیسیشو دارم، فارسیشو ندارم. این هست انگلیسیش، Practicing the Power of Now by Eckhart Tolle. خب بریم سر وقت اون صفحه که میخوام براتون بخونم. بچه این کتاب خیلی عالیه، من واقعا بهتون پیشنهادش میکنم که حتما انشاءالله بگیرید و بخونید. خب من صفحه من ترجمه شده از هنگامه آذرمی میخونم اگر درست بگم. گفته بزرگترین مانع در راه روشنبینی چیست؟ 30 سال بود که فقیری در کنار جاده‌ای نشسته بود. روزی غریبه‌ای از آنجا میگذشت. فقیر همانطور که کاسه گدایی‌اش را پیش میبرد زیر لب گفت به من مسکین کمک کنید. غریبه گفت چیزی ندارم که به تو بدهم. سپس ادامه داد آن چیست که رویش نشسته ای؟ فقیر پاسخ داد چیزی نیست جز جعبه‌ای کهنه که سالیان سال رویش نشستم. غریبه پرسید آیا هرگز به درون آن نگاه کرده ای؟ فقیر در پاسخ گفت خیر، فایده این کار چیست؟ چیزی درون آن نیست. غریبه اصرار کرد که او نگاهی به درون جعبه بیاندازد. فقیر توانست از شکاف جعبه نظری به درون آن بیاندازد و با شگفتی و ناباوری دید که درون جعبه پر از طلاست. حالا میگه و من آن غریبه‌ای هستم که چیزی ندارم به شما بدهد. تنها از شما میخواهد که نظری به درون بیاندازید، نه درون جعبه‌ای که در این داستان به آن اشاره شد، بلکه جایی بس نزدیکتر، درون خودتان. میشنوم که میگویید اما من آن مرد فقیر نیستم. کسانی که به ثروت راستینشان یعنی شادمانی درخشان همراه با آرامشی ژرف و استوار دست نیافتند، حتی اگر از ثروت مادی بسیاری برخوردار باشند فقیر هستند. آنها در بیرون خود تکه‌پاره‌هایی از لذت یا خوشنودی را برای دستیابی به اعتبار، امنیت و عشق می‌جویند، در حالی که در درون از گنجینه‌ای برخوردارند که نه تنها تمامی اینها بلکه چیزی بی نهایت عظیم‌تر از آنچه را جهان می‌تواند به آنها عرضه کند در بر دارد. خیلی زیبا و جالب گفت به نظر من. واقعا ما اگر روی درونمون کار کنیم و شادی و آرامش رو تمرین کنیم خیلی زندگیمون کیفیتش بهتر میشه. اینم با تمرین، همه چیز با تمرین، این هم همچنین با تمرین امکان پذیره. از نظر من اینه که یک دفعه این نمیشه تغییر ایجاد کرد. بنابراین با صبور بودن، گذر زمان و تمرین به این دیدن و حس کردن و آرامش عمیق درونی و شادی درونی واقعا میتونیم دست پیدا کنیم. تو زندگی خودمون هم میتونیم ببینیم واقعا. مثلا وقتی به یه چیزی دست پیدا میکنیم، یه چیزی که آرزومون بوده و خیلی دوست داریم، یه مدت براش خیلی شاد هستیم، بعد از یه مدت اگه واقعا دقت کنی اون شادی کم میشه و یا بعضا اصلا دیگه نمیبینیم اون نعمتی رو که داریم، اصلا نمیبینیم. این همون چیز بیرونیه که بعد این مدت ممکن ما اصلا نادیده بگیریم. ولی اگه واقعا از درون به اون آرامش عمیق و شادی درست و عمیق برسیم، خیلی خیلی چیزا تو زندگیمون درست میشه. مرسی، ویدیو رو همینطور تمام میکنم. متشکرم که از وقتی که گذاشتی. ممنون. تا ویدیو بعد، خداحافظ.